اون شخصیت تخمی زیرابزن کیریتو برمیداری میبری یوگا که به درونت برسی. کسکشی یه وری خار کسه. اصلا یوگا میدونی چیه؟ اصلا گیریم که یوگا خوب، تو ان حسود تخمالیشن تو این جلسه میری به چی برسی؟ پوفیوس تو که عالم دوگانه شخصیتی میری یوگا به درونت برسی. بینو بخو. کسکشا آدم شده همه واسه من یه مت گرفتن میرن یوگا. خار کسه یه ما جقی کیری دورم جمع شدن، ما یوگی هستیم. 92-75% جامعه یوگی در کل دنیا جقیسته. یه نفر تو آسیای شرقی انقدر جق زده در حالتهای مختلف، همونا رو کرده فرمای یوگا. سگ سربالا، سگ سر درخت، چون یه وری، قوس کمر، کیر خر. آره یوگا یه حرکتی کششی باحال فلان، ولی دیگه کسیر توش نگو. ما درونمونو میریم به آرامش بده. کسکش درون با این به آرامش میرسه. خار کسه. بعد تو لاشی که 24 داری زیرا به اینو اونو میزنی تو محل کارت. کسکش دیگه واسه ما سیزه یوگا نگیر. بگو من یه کونیم میخوام اینو اونو گول بزنم. خار کسه جک. تمام یوگا کارا 5 تا 6 تا دیلدو دارن. خار کسه همه جقی تنه تخمی درونمون. ما باره کیرم تو اون درونت. موفق باشی.